دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. درس زبان و درصد بالا در این درس میتونه شانس موفقیت شما رو بالا ببره. ما در خدمت جناب آقای شمس‌الدینی هستیم، کسی که درصد زبان خودش بسیار بالا بوده و میتونه صحبت‌ها و نکات خوبی رو برای شما توی این پست ارائه بدن و کمک بکنه بهتون که شما هم درس زبانتون رو قوی بکنید. جناب آقای شمس‌الدینی، درصد درس زبان خودتون چقدر بود و کلا چه توصیه‌ای دارید برای بچه‌هایی که میخوان زبانشون رو ویژه آزمون‌ها به بالاترین میزان آمادگی برسونن؟ سلام، من خودم زبان رو 93% زدم و یه نصیحتی برای بچه‌هایی که میخوان این امتحان رو شرکت کنم بدم اینه که شما برید سوالای ارشدهای وزارت بهداشت تو سالهای قبل و حالا تو اینترنت، فضای مجازی، هر جا پیدا کنید. هر سال 4 نوبت سوال داره و هر کدوم 40 تا سوال است. شما میتونید این سوالا رو بگیرید و تستاشو بزنید. شیوهش هم اینجوریه که شما مثلا برای امروز 40 تا سال مثلا 86 رو تست میزنید. سوالایی که بلدید هیچی، سوالایی که شک دارید یه علامت چیزی کنارش میذارید، سوالایی هم که بلد نیستید اشتباه زدید، بعداً برید بعد اینکه جواب دادید برید جوابشو پیدا کنید بفهمید چرا اشتباه بوده. خب با این کار خیلی به یادگیری شما تو درس زبان کمک میکنه. لم سوالا دستتون میاد و کمکتون میکنه که بفهمید طراحهای سوال رو چه موردهای بیشتر تاکید دارن. نکته دیگه که تو این کار هست اینه که شما برید دایره لغاتتون رو افزایش بدید. هرچی میتونه لغات پزشکی و مدیکال بخونید. این دوتا کار با هم واقعا کمکتون میکنه زبان رو بالا بزنید. بعد جناب شمس‌الدینی، شما زمانی که خودتون شروع کردید به درس خوندن برای کنکور کارشناسی ارشد، بیس زبانتون تو چه وضعیتی بود؟ یعنی زبانتون خوب بود کلا، یا اینکه نه مثلا زبان ضعیف بودید، متوسط بودید؟ کلا در حد 93% بودید از همون اول یا اینکه نه؟ نه، واقعا برای اینکه در حد 93% باشه شما باید خیلی دایره لغاتتون رو زیاد کنید، لغت حفظ کنید. اینجوری بگم، هرچی لغت بیشتری حفظ کنید درصد بالاتری میتونید بزنید. درست. من خودم زبانم در حد متوسط، در حد یه سری گرامر ساده و سوالایی که اولین بار من خودم تست میزدم میشه گفت اکثرشون اشتباه بوده. بله. بعد از یه مدتی تمرین تکرار تونستم تا حتی 39 تا درست بزنم. آفرین. دقیقاً بچه‌ها ببینید، اون چیزی که خیلی خیلی مهمه توی گفتگویی که الان داره اتفاق میفته این هست که شما تو هر سطحی از زبان باشید، اگر سوالاتی که مال سالهای گذشته است رو برید پیدا بکنید، بیشتر رو اونا کار بکنید، دایره لغت رو درست و تخصصی ارتقا بدید، یعنی متناسب با آزمون کارشناسی ارشد درس بخونید و خیلی دنبال رفرنس مختلف و اینا هم نگردید، شاید نتیجه خیلی بهتری رو بتونید بگیرید. کما اینکه یادگیری درس زبان، کلا برنامه‌ریزی داشتن، درس خوندن، همه اینا نیاز داره به اینکه شما سازمانی یافته تلاش بکنید که حضور مشاور هم میتونه خیلی بهتون کمک بکنه که نقش تعیین کننده تری رو براتون ایفا بکنه و شما عملا مسیرتون رو هموارتر طی بکنید. خب خیلی ممنون جناب آقای شمس‌الدینی بابت توضیحاتتون. امیدواریم که همه بچه‌ها ازش استفاده بکنن و نتیجه خوبی رو که میخوان کسب کنن. خواهش میکنم، امیدوارم مفید بوده باشه. حتما همینطوره. ممنون.